مترو تهران. نویسنده سعید سفری. بعدشون هات شیشه کنار صندلی مترو بهترین جا برای آروم شدن. میگن کهکشان جهان خیلی بزرگه، ولی دنیای من خیلی کوچیکه، خیلی اندازه دستاته. وقتی دستامو میگیری اندازه صورت گرده که وقتی گریه میکنی میذارمش رو سینم و اشکاشو با پیراهنم پاک میکنم. خدا به هر مردی دختر کوچولو میده، تو هم دختر کوچولوی منی. وقتی لابلای جمعیت تو مترو میبرد نزدیک در بین میله ها تا کسی تنش به تنت نخوره، یا وقتی خیلی ناراحتم اصلا حالم خوب نیست اونقدر برات ادا در میارم تا یه لبخند کوچولو بزنی از رنج بی پایان این جهانی چند دقیقه‌ای بدون باشی. دوباره 10 دقیقه دیر رسیدم. نمیدونم این دفعه چه بهونه‌ای واسه دیر رسیدنم باید بیارم. مردی که روبروم نشسته بهم خیره شده. آدمایی روی صندلی مترو نشستن که چند روزی میشه نخندیدن. هر کی به یه نقطه خیره شده. یکی به میله قطار، یکی به کفشای روبروش، یکی به صفحه گوشیش و یکی به صورت من. منم دقیقاً به گوشه قطار، دقیقاً جایی که تو وای میسادی. حتی تو خلوت‌ترین زمان‌ها، حتی وقتی کل صندلی مترو خالی بود، هیچ وقت رو صندلی نمیشستی. میله های قطار رو میگرفتم، تو هم بین دو تا دستام پناه میگرفتی و با قد کوتاهت سرتو بالا میگرفتی تا نگاه کنی. مترو تهران رو فقط با تو میشه تحمل کرد. یه ساعت اینجا منتظرتم. اگه روزایی که دیر اومدی رو بخوام حساب کنم تقریبا تو این مدت 200 ساعت منتظر بودم. نمیدونم، ولی همیشه چیزایی که براشون منتظر میمونی قشنگن. خدا همه قشنگیاش رو تو چیزایی میذاره که آدما منتظرشونن. 28 29 30. از در مترو بیرون اومدم. بین کلی آدم که از در مترو اومدن بیرون فقط یه نفره که داره دنبالم میگرده. نزدیکتر میشی و طبق معمول حواست به اطرافته. نگاه میکنی و سرمو میندازم پایین. اگه زندگیم یه دفتر بود تو اولین صفحش میشد، چون همیشه به خوشخط‌ترین شکل ممکن صفحه اول رو می‌نویسی. هر وقت بخوام برگردم و زندگیمو دوره کنم تو صفحه اولی. سلام. کسی که 40 دقیقه دیر میرسه حرف نمیزنی. چرا حرف نمیزنی؟ خودت گفتی حرف نزنم. هر چی که میخونم باید ادامه‌شو بخونی. به خدا من صدام گرفته. ای دیدن تو دین من، ای روی تو ایمان من، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. تئاتر شهر و چهارراه ولیعصر خیلی عجیبن. کجاش عجیبه؟ تو اوج شلوغی و ترافیک به طرز عجیبی آرومه. آدما رو ببین، با اینکه خستن و بی‌حوصله و عجله دارن، سرعت قدماشون رو تو این قسمت از شهر آروم میکنن. شاید رو رد پاهای قدم میذارن که یه روزی صاحب اون رد پاها
حالشون خوب بوده و از شدت حال خوبشون کنار آدمی که دوستش داشتن نمیخواستن برسن خونه. آره بریم کافه یا این چرخی فلافل بگیرم. این سوالی که تو میپرسی معلومه که فلافل میخورن. من 2 نونه میخورم واسه من 2 تا سس اضافه بگیر. باشه. پس به نظرت این آقایی که پشت سرمون نشسته هر چی گفتیم شنید؟ فوش که ندادیم. نه بابا. پس اشکالی نداره. نیم ساعت انداختن جلوتر. من باید سریع برم. مگه نقاشیات رو نبردی هنوز؟ نه امروز باید ببرم واسه نمایشگاه. بذار فردا که میریم لاله‌زار همونجا میریم کافه. گشنتی سلام. نه تو را یه چیزی میخورم. برم الان مترو هم شلوغه، سریع باید برسم هفته تیر. بذار منم باید بیام. نه من باید سریعتر خودمو برسونم. فردا ساعت 4 جلوی مترو سعدی میبینمت. ساعت 4 میام جلو مترو سعدی دنبالت که بریم لاله‌زار. خدافظ. چقدر موهات از پشت قشنگ‌تره. نمیدونی چقدر شبیه اون سریال خارجی که هر چقدر نگاش میکنم دوست دارم قسمت بعدیشم ببینم. خدا وقتی داشت گل تو رو درست میکرد، لابلای این گل چند تا گل یاس و بوی نارنگی توی پاییز و اون بوی بارون که بعد مدت ها میبارید و گذاشت. من دنیام خیلی کوچولوه، اندازه اون کفشای مشکیته که باهاش از بولوار کشاورز تا دهات شهر قدم میزنی. شاید دنیام خیلی کوچولو باشه ولی یه روز برات یه جهانی به وسط یه بوکس که تو گلوم نگه داشتم میسازم. دختره قشنگ قصه. هیچ وقت نذاری که تنها بره. شما چقدر قیافت برام آشناست. ما رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. آخه ما داشتیم حرف میزدیم متوجه شدم داری با دقت به حرفامون گوش میدی. وقتی دیدمتونم قیافتون برام آشنا بود. زیاد میاد اینجا؟ شما رو که دیدم یاد خاطراتم افتادم. خاطرات؟ 30 سال پیش درست همینجا روی همین صندلی سنگی با یه شاخه گل زرد 9 ماه هر هفته دوشنبه ها میومدم اینجا منتظرش میشستم از 3 بعد از ظهر تا 8 شب. یخ زدم از سرما. اگه ببینمش حسابی دعواش میکنم ولی نه بابا من که دلم نمیاد دعواش کنم. یه هفته از میخوام حرفایی که بهت بزنم و دارم مرور میکنم ولی میترسم ببینم دوباره نتونم حرف بزنم. اصلا میبینم دلم نمیخواد حرف بزنم. فقط میخوام گوش کنم، به صدات گوش کنم، به راه رفتنت گوش کنم، به ریزیز خنده هات گوش کنم، به رنگ زردی که میپوشی گوش کنم، به چشمات گوش کنم، به موهای قشنگت، به راه رفتنت. تو دقیقا یه صدایی که فقط گوشای من میشنونش، فقط گوشای من. صدایی شبیه صدای مادرم وقتی اسممو صدا میزنه. میخوام همه صداهای جهان قطع بشه و بهت بگم برام شعر بخون و تو هم صداتو صاف کنی و اون شعر فروغ رو برام بخونی که میگه انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده نمایان شد. انگار از خطوط سبز تخیل بودند آن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس می‌زدند. انگار آن شعله بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها می‌سوخت چیزی به جز تصور معصومی از چراغ نبود. در کوچه باد می‌آید، این ابتدای ویرانی است. آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می‌آمد. ستاره‌های عزیز، ستاره‌های مقوایی عزیز، وقتی در آسمان دروغ وزیدن می‌گیرد دیگر چگونه می‌شود به سوره‌های رسولان سرشکسته پناه آورد؟ ما مثل مرده‌های هزاران هزار سال به هم می‌رسیم و آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.
نیومد سر قرار؟ اون روز نیومد. 1000 تا فکر کردم. گفتم نکنه تصادف کرده باشه، نکنه مریض شده باشه. شایدم باباش طوری شده. آخه میگو پدرم مریضه. خلاصه تا 8 شب نشستم و چشمم به رفت آمد جماعت خوش شد. ولی نیومد. این 28مین گلیه که برات آوردم. اومدم سر قرار همیشگی، ولی تو دوباره نیومدی. اشکالی نداره. فقط بگو کجای این شهر رو باید دنبالت بگردم، کدوم کوچه، در کدوم خونه رو بزنم، تو کدوم سالن آمفی‌تئاتر میتونم ببینمت. نکنه دلش برام تنگ شده داره غصه میکنه. چه روزایی بود، روزایی که پیاده از تمرین و اجرا تو تئاتر شهر تا سر کوچه‌تون تو نازی بود پیاده میرفتیم. این کفشای من یادشونه چقدر برات قدم زدم. توی کیف پولم فقط عکس سه چهار توه. لعنتی، من از هیچی تو این دنیا نمیترسم. فقط نگرانم چندین سال بگذره و این گل زردایی که برات خوش کردم، این نامه که برات توش 2 بیتی نوشتم، این عکس سه چهار رو فراموش نکنم. نکنه به 60-70 سالم و تو هنوز همون دختر بچه 1.5 سانتی با کوله پشتی باشی و مسئله تئاتر رد بشی. هیچ وقت یادم نمیره اون شیرینی فروشیه که با پول خوردم رفتم یه جعبه شیرینی خامی خریدم. یکم که قدم زدیم پاهات خسته شد. 4 زانو نشستی تو پیاده رو، مردم از کنارمون رد میشدن و نگاهمون میکردن. این اون خامی رو کامل خوردی و لپات پاد کرد. دستم رو روی لپت گذاشتم و بعد از این که رفتی چند روز انگشتم رو میبوسیدم. وقتی انگشتم رو نگاه میکردم صورتت رو روی انگشت اشارم تصور میکردم. شیرینی رو خوردیم و رو جدولی کنار جوب قدم زدیم. یه جا رفتم لب اون جو بزرگی داشتم راه میرفتم، بهم گفتی نیفتی دست رو پات بشکنه. نمیدونستی که وقتی نگاهت رو ازم بر میداشتی من عمیق‌ترین شکستگی ها رو تجربه میکردم. آنجا که شب از من گرفت و برد ماهم را، گم کردم از آن لحظه تا امروز راهم را. مانند آن دلقه که غمگین است و میخندد، من هم فرو خوردم همیشه بغض و آهم را. من شاه شطرنجم که مات دست تقدیر است، از دست دادم قلعه و فیل و سپاهم را. له می کند پاهای این تقدیر بی وجدان، هنگام روییدن گیاه بی گناهم را. دلبستگی یک اشتباه تلخ و تکراری است، ای دل مکن تکرار کار اشتباهم را. زده عشق تو بد به سرم، واسه دیدنت گل بخرم. میشه حرف بزنی تو یه زنگ بزنی، واسه بشماری پشت درم. به چشم کسی سر نمیشه، تو با من فرض نمیشه. منو خوب بلدی وقتی دل میبری، هیچکی انگوش رو شکست نمیشه. دوشنبه ها گذشت و سالها هم گذشت و بالاخره منو پیدا کرد. بعد این همه سال؟ آره، تو دفتر کارم نشسته بودم که صدایی در اومد. در رو که باز کردم با یه جعبه شیرینی و یه گل زرد جلوی در ایستاده بود. هیچ تغییر نکرده بود، انگار زمان فقط برای من گذشته بود. همون لحظه یه پسر خوشقل و بالا از کنارش اومد بیرون و بهم سلام کرد. پسرش بود. اومدن داخل و گفت
همسرم سر شلوغ بود نتونست بیاد. شروع کردیم از خاطرات تئاتر گفتن و خندیدن. رفتم جعبه شیرینی که آورده بود رو باز کردم. همون شیرینی خامه‌ای رو خریده بود که من خریده بودم. وقتی داشتیم حرف می‌زدیم نگاهش که کردم یه نوع خامه‌ای رو درست خورد و دوباره لپاش باد کرد. منم بعد چندین سال دوباره انگشتم رو بوسیدم. از من چه مانده بعد تو جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطر روی جوانیم، بی عشق و بی عاطفه و هیچ وعده‌ای ماندم چگونه سمت خودت میکشانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمیکشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ 1001 نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ باید بمیری یا نگویی دلت کجاست؟ درسی که دادی به من از همزبانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمیکشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ 1001 نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ میشه از آدامس بخریم؟ خانوم میشه از آدامس بخریم؟ چقدر این دختر بچه شبیه بچگی من. وقتی که سر چهارراه تو سرما و گرما با قد کوتاه هم رو پنجه پام وای میستادم و شیشه ماشینا رو میزدم تا گلهامو بفروشم. همیشه دوست داشتم با پول گلهایی که میفروختم یه عروسک از اسباب بازی فروشی روبروی چهارراه بخرم و باهاش دوست بشم. چون فقط با اون عروسکه میتونستم حرفامو بزنم. فقط اون عروسکه بود که کتکم نمیزد. فقط اون عروسکه بود که بهم فحش نمیداد. که اونم وقتی رفتم بخرم یکی زودتر از من خریده بودش و هیچ وقتم دیگه اون عروسک رو ندیدم. خانوم خانوم میشه ازم آدامس بخرید؟ میخوام عروسک بخرم ولی پولم کمه. چند تا آدامس دیگه بفروشم میتونم بخرمش. البته هر روز که پولمو جمع میکنم میرم سمت عروسک فروشی تو خیابون ولیعصر. میبینم عروسک گرونتر شده، برمیگردم خونه و بابام پولمو ازم میگیره. فرداش که پولمو جمع میکنم میرم میبینم عروسک گرونتر شده. هر روز هی ازم دورتر میشه و گرونتر. میترسم یه روز برم و اون عروسکه رو فروخته باشن. بیا این پولو بگیر و زودتر برو عروسکتو بخر.